طبق امریه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت استقبال سزاوار جشن مکرم 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور و در دایره عمل سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی تا ماه سپتامبر سال 2021 در شهر استراوشن ولایت سوق زیاد از 500 عدد انشاءات سطح مختلفی در نقشه چهاربینی جشنی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تهیه گردیده ساخته و از نوسازی کلی می‌گردد. این بنیادکاری‌ها در ردیف با کار دائمی فرا گرفتن نزدیک 2000 نفر ساکنان بیشغل همزمان با باز هم بهتر شدن سطح زندگی اهالی شهر و دهات مساعدت خواهد نمود. ذکری به مورد است که با پیروی به سیاست معارف پرورانه رهبریت عالی مملکت در نقشه چهاربینی مذکور نامگوی زیادی رو بنیاد و نوسازی مؤسسه‌های تحصیلات میانه تشکیل صنفخانه‌های علاوگی و تجهیزاندن مکتب‌ها با واسطه‌های معاصر تعلیم و تربیت فرا گرفته است. جهت عملی سازی این مقصد و در آستانه استقبال سال نو خانش 2019-2020 امروز در دهه جوکندک جماعت دهات جوکندک شهر استراوشن بنای نوی تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات از 10 صنفخانه، حجره آموزگاران، کتابخانه و دیگر انفراستراکچورها عبارت بوده نزدیک 1 میلیون سامانی ارزش دارد. در دهه سرنفوس جوکندک موجود بودن یگانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 نرسیدن جای نشست در صنف‌ها تا به سبب ادامه یافتن درس‌ها و در فصل بارانگری و سرما با عذاب از مسافه 3-4 کیلومتر تا مکتب آمده رفتن خوانندگان سن خورده مکتبی برادران صاحبکار یوسف آقا را وادار ساختند که به بنیاد بنای نو دارای 10 صنفخانه معاصر کمر بندند. برادران که خود در عائله آموزگار تولید یافته و افتخار و مهر این کسب در شهریانشان جاری است از حساب مبلغ‌های با نیت ادای مناسک حج جمع آورده و دیگر پسندازها انشاءات را دوام 4 سال طبق طلبات معیارهای معاصر شهرسازی ساخته امروز مورد بهره برداری قرار دادند. همه صنفخانه‌ها، کتابخانه، خانه آموزگاران و راهرو با شعار و آویزه‌ها، عیانیت‌های معاصر، تخته صنف و میز و کرسی‌های زیبا جهازانیده شده. جهت درس‌آموزی 320 نفر خواننده در دو بست شرایط‌ها فراهم است. هنگام افتتاح 10 صنفخانه علاوگی تعلیمی در دهه جوکندک فعلا مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر زیایان، آموزگاران سابقه‌دار و جوانان صاحب استعداد اکثر مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و دهات و محصلین خوشبخت شرکت نمودند. در این همایش تاکید گردید که اقدام شایسته برادران صاحبکار ادامه سیاست معارف پرورانه فرزانه فرزند ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان محسوب یافته در رشد منبع ساحه معارف کشور شکوفانمان در دوره جهانی شوی و برخورد تمدن‌ها سهم بارز همراه خواهد کرد. امروز در دایره جشنگیری 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک اقدام پیش گرفتیم که از پسنداز خودمان برای فرزندان دیگه که از زیاده از راه‌های قریب 3 کیلومتر با مکتب میانی نمره 47 پیاده در روزهای لای خنک می آمدند عذاب این کودکان را دیده کوشش کردیم که یک تا مکتب برای 320 نفر خوانندگان در دو بست پشته به استفاده دهیم و با یاری برادرانم من امروز همین آرزوی آمال ما عملی شده ایستاده است. ذکری به مورد است که جهت دستگیری سیاست معارف پرورانه رهبریت عالی مملکت امروز در شهر استراوشن با مبلغ‌گذاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان ساختمان بناهای نو مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 37 برای 480 جای نشست و رقم 46 برای 240 نفر خواننده آغاز گردیده با جلب سرمایه همکاران رشد در دهه صوفی عارف جماعت دهات زرحلال بنیاد بنای نو تعلیمی برای 264 جای نشست ادامه عبرت بخش دارد. گذشته از این در نزد 12 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر جهت در سال نو خانش 2019-2020 و تعلیم و تدریس مقصدناک فرا گرفتن خوانندگان 53 صنفخانه علاوگی ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. مضبوطی بابازاده از شهر استراوشن.